این مدرکیه که نشون میده اولین زن تاریخ بشر هنوز زنده است و واقعا ترسناکه. سال 1841 یه عکاس فرانسوی اتفاقی از زنی که جلوی کاخ لوکزامبورگ پاریس ایستاده بود عکس گرفت. عمق نگاه اون زن جوری بود که انگار قرنهای زیادی رو دیده. اما قسمت عجیب ماجرا از اینجا شروع میشه. طی سالها بیشتر از 30 تا عکس دیگه از شهرها و دهه‌های مختلف پیدا شد که توی همشون دقیقاً همون زن حضور داشت. خیلی ها باور داشتن که این اتفاقیه، اما سال 1964 یه باستانشناس توی یه عبادتگاه متروکه تیکه‌ای از یه دستنوشته قدیمی عبری رو پیدا کرد. توی قسمتی از اون متن نوشته بود لیلیت افسانه نیست. اون به خاطر نافرمانی از بهشت رونده شد و محکوم شد تا پایان چرخه روی زمین سرگردون بمونه. و قسمت ترسناکتر ماجرا اینجاست. یه برنامه تشخیص چهره مرتبط به دانشگاه پرینستون که طی چندین سال تصاویر دوربین‌های مراکز عمومی رو اسکن می‌کرده، بارها دقیقاً همون چهره رو پیدا کرده. اون زن آخرین بار توی رومانی دیده شده. خیلی‌ها بر این باورن که تمام این اتفاقها و دیده شدن اون فقط یه نشون است. نشونه این که چرخه داره کامل میشه. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرشن پلاس رو دنبال کنید.